اگه پلیس‌ها خودشون پشت یک جنایت باشن، به کی باید اعتماد کرد؟ همه چیز با یک تماس ناشناس شروع شد. صدای لرزان. فقط یک آدرس گفت و قطع شد. وقتی رسیدیم کسی نبود. فقط یک دفترچه یادداشت سوخته، یک بشکه زنگ زده و عکسی که نباید وجود می داشت. در این داستان با شبکه‌ای تاریک از خیانت، دروغ و فساد روبرو میشیم که حتی تا قلب اداره پلیس هم نفوذ کرده. و عجیب‌ترین بخش، کسی که این ماجرا رو تعریف میکنه یکی از بازمانده هاست، یا شاید تنها کسیه که همه چیزو دیده اما هنوز زنده مونده. سلام به همه کنجکاوهای راز و تاریکی. خوش اومدین به پرونده های جنایی واقعی، جایی که هر هفته با پرونده های روبرو میشیم که حتی پلیس هم ازشون وحشت داره. اگه عاشق داستان های واقعی جنایی، رازهای مخفی و ماجراهای حل نشده هستی که حقیقت رو به چالش میکشن، تو جای درستی اومدی. و اما امروز یه داستان باور نکردنی داریم، داستان مردی با چهره موجه و لبخندی فریبنده که پشتش تاریکی کامل خوابیده بود. تا آخر این ویدیو با من باش، چون قرار رازهایی رو برملا بشه که حتی تو کابوس هم نمی گنجن. سال 1949 بود. لندن پس از جنگ هنوز سایه ویرانی ها از آسمون شهرش کنار نرفته بود و نفس مردم با خاطرات تلخ آمیخته شده بود. اونجا در میون گلدسته های دودآلود و سنگفرش خیابان های مه‌آلود مردی قدم میزد که هیچ کس باور نمی‌کرد زمانی نماد خطر باشد. اسمش جان جورج هایک بود. اون کاملا معمولی بود. خوش لباس، مرتب، مؤدب و خوش صحبت. وقتی وارد اتاق میشد، مثل کسی بود که در یک کافه دنج منتظر سفارش قهوه بود. او در کشوری زندگی می‌کرد که مردم به لبخندها و ظاهرها اعتماد می‌کردند و همین اعتماد بود که در نهایت بزرگترین ابزار قتل اون شد. جان برای خودش زندگی آروم و بی‌صدایی داشت. ظاهری کاملا دلفریب و قابل اعتماد. در محله‌های متوسط، با دوستان معدود و با رفتاری که هیچ وقت باعث نمی‌شد کسی کوچکترین شکی به اون داشته باشه. اون شروع کرد به دیدار با کسانی که وضعیت مالی خوبی داشتن. به ظاهر برای مشاوره، معامله یا حتی همراهی اجتماعی. اما آنچه در سر داشت باور هیچ کس نمی‌شد. اون بیشتر خانم‌های شیک‌پوش با ظاهری مرتب و انتخاب می‌کرد که از لحاظ مالی در سطح بالایی بودند و با نفوذش و قدرتی که داشت اونا رو مجذوب خود می‌کرد تا اینکه اعتماد اونا رو جلب کنه. یکی از اولین زنانی که به جان اعتماد کرد، زنی به نام ماری بلر بود. اون زنی مستقل، زیبا، شیک‌پوش و باوقار بود که همیشه در مهمانی‌های شهر حضور داشت. جان و ماری در یکی از این مهمانی‌ها با هم روبرو شدند. اون شب ماری از اون دعوت کرد تا در کنار شومینه بزرگ سالن با هم قهوه‌ای بنوشند. صداهای خنده، گفتگوها و نوای دلنشین پیانو فضا رو پر کرده بود. جان لبخند زد و گفت: من همیشه به دنبال افرادی میگشتم که به دنیایشان عمق بیشتری ببخشند. ماری خندید. او هیچ نمیدانست عمق بیشتر یعنی چی. جان افرادی را انتخاب میکرد نه تنها پول داشتن، بلکه تنهایی هم داشتن. اون میدونست چطور از تنهایی دیگران نهایت بهره رو ببره. چطور زاویه نگاهشون رو دقیق انتخاب کنه، چطور از واژه‌ها برای جلب اعتماد استفاده کنه و چطور راهی پیدا کنه که اونا فکر کنن و عاشق و دلباخته اونها شده. زنها فکر می‌کردن یه توانگر راه پیدا کردن که زندگی اونها رو معنا میده و با متانت و وقاری که داشت اونها به انتخابشون مطمئن‌تر بودن و روز به روز روابطشون رو با جان صمیمی‌تر و دوستانه‌تر می‌کردن. جان هایک با وجود ظاهر صمیمانه‌اش بازیگر ماهری بود. او خودش رو به عنوان یک مشاور سرمایه‌گذاری خصوصی معرفی می‌کرد. کسی که روابطش با بانکداران و بازرگان‌های لندن درهای فرصت رو به روی زنان تنها و مسن اما پولدار باز می‌کرد. دفترش در طبقه دوم یک ساختمان اداری شیک در خیابانی شلوغ و عریض بود. پنجره‌های بلند، پرده‌های مخملی تیره، قفسه‌هایی از اسناد و سهام و در گوشه‌ای میز کوچکی با 2 فنجان قهوه تازه دم.
همه چیز طوری طراحی شده بود که اعتماد قربانی شکل بگیره، نه ترس اون. او معمولاً با نامه‌های رسمی و صحبت‌های مؤدبانه زنان را متقاعد می‌کرد تا برای مشاوره مالی به دفترش بیان. زن‌هایی که تنها بودند، بی‌وارث، بی‌کس و مهمتر از همه دنبال کسی بودند که بهشون توجه کنه. یکی از این زنان الیزابت کی بود. بیوه‌ای 50 ساله با خانه‌ای درندشت و بزرگ و دارایی‌های معقول. جان ماه‌ها با الیزابت دیدار داشت. گاهی در دفتر، گاهی در کافی شاپ‌های مرکز شهر، گاهی در مورد سرمایه‌گذاری صحبت می‌کردند، گاهی هم در مورد تنهایی، خانواده و حتی عشق از دست رفته خودش. رفتارهایش همیشه کنترل شده و امن بود. اما در پس هر لبخند نقشش دقیق چیده شده بود. کم کم دیدارها شخصی تر شد. الیزابت را به خونش دعوت کرد. در خانه‌ای که با دقت چیده شده بود. انگار جان می‌خواست خودش را یک مرد امن و نجیب شبیه شوهر از دست رفته الیزابت نشون بده. و وقتی مطمئن شد که اعتماد اون کامل شده، آرام آرام خواست تا بخشی از پس‌اندازش را در طرح‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادی جان قرار بده. اما جان فقط به پول علاقه نداشت. اون باهوش‌تر از اون بود که فقط یک کلاهبردار مالی باشد. اون می‌خواست نابود کند از درون و بیرون. اما جان یک اشتباه کرد. اون در محاسباتش اشتباه کرد و اونها رو دست کم گرفت. همیشه قربانیانش را از کسانی انتخاب می‌کرد که اطرافیانی نداشتند. ولی الیزابت برعکس یک دوست صمیمی به نام مارگارت داشت که هر هفته با اون تماس می‌گرفت. البته اینم بگم جان با مارگارت هم کم و بیش در رابطه بود تا بتونه به اونم نزدیک بشه و نمیدونست که اون دوست صمیمی الیزابت هم هست. در شب آخر جان طبق نقشه‌اش قصد داشت الیزابت رو به انبار ببره با وعده از یک معامله طلایی برای خرید زمین در حومه شهر. همان شب هوا مه‌آلود بود. نور کم خیابان با مه ترکیب شده بود و مثل پرده ضخیم روی ساختمان انبار افتاده بود. جان با آرامش همیشگیش الیزابت را تا کنار در چوبی ساختمان همراهی کرد. در ظاهر چیزی برای ترس وجود نداشت، فقط یک معامله آخر. اما چیزی که جان نمیدانست این بود که مارگارت دوست صمیمی الیزابت از همان بعد از ظهر دنبالشان بود. مارگارت زنی بسیار باهوش و دقیق بود. مدتها بود به جان مشکوک شده بود. او بارها با جان در کافه و دفترش دیدار کرده بود. دیداری به ظاهر دوستانه و عاشقانه. اما چیزی در نگاه جان باعث شد احساس خطر کند. از آن روز سعی کرد از الیزابت و جان فاصله نگیرد. او به روابط بین آنها شک کرده بود. وقتی شنید الیزابت قرار است به خانه جان برود، حسی درونش فریاد زد. دنبالشون برو، ولی دیده نشو. با فاصله مطمئن سوار تاکسی شد و تعقیبشون کرد. تا به ساختمانی متروکه در یک خیابانی که حتی تابلو هم نداشت رسید. مارگارت بیرون ساختمان منتظر ماند. در سمت غربی انبار پنجره نیمه شکسته بود. او با احتیاط از دیوار بالا رفت. جلوی پنجره شکسته ایستاد و سعی کرد ببینه داخل اون چه خبره. و از میان بخار روی شیشه فضای داخل رو دید. در انبار همه چیز مهیا شده بود. بشکه‌ها، اسید، نور کم و دستمالی آغشته به کلروفرم روی میز چوبی. اما وقتی الیزابت به انبار رسید، ناگهان نگاهش به دیوار پشتی افتاد. لباس زنانه‌ای که دیده بود، متعلق به خانم سامرز، یکی از دوستای قدیمیش که ماه قبل ناپدید شده بود. بله جان، بعد از نزدیک شدن به زنان و ایجاد حس اعتماد و اطمینان از اونها سوء استفاده‌های جسمی و مالی می‌کرد و اونها رو به طرز وحشیانه‌ای به قتل می‌رسوند و درون اون به بشکه‌هایی که حاوی اسید بود می‌انداخت تا کسی ردی از اونها پیدا نکنه. ولی دریغ از این که سنگ صفرایی که در اسید مقاوم بود، ماجرای اونو لو داد و دست اونو رو کرد. الیزابت خشکش زده بود. جان لبخند زد و گفت بهتره یه قهوه بخوریم. بعدش همه چیز برات روشن میشه. الیزابت نشسته بود. جان چیزی زمزمه میکرد. روی میز یک سینی بود با 2 فنجان قهوه و کنار آن یک دستمال سفید. خیلی تمیز، خیلی آماده.
مارگارت خوب می‌دانست اون دستمال برای نوشیدن قهوه نبود. از کیفش گوشی رو در آورد و به الیزابت زنگ زد. اما همون لحظه تلفن داخل جیب الیزابت شروع به ویبره کرد. داخل انبار ناگهان فضای رمانتیکی که جان ساخته بود و داشت جلو می‌برد شکسته شد و ترسی که در دل الیزابت افتاده بود اونو مجبور کرد تلفنش رو جواب بده تا به کسی خبر بده که اونو الان اینجاست. الیزابت با عجله گوشی رو از جیبش بیرون رو کشید. نام مارگارت روی صفحه بود. جان با اخم عقب رفت. دستش به فنجان قهوه خورد. جان فنجان قهوه را برداشت. دستش کمی لرزید، اما نه از ترس، بلکه از حال هیجان. بخار قهوه بالا می رفت و فضای انبار را نرمتر می کرد. انگار همه چیز برای چند ثانیه عادی شده بود. الیزابت روی صندلی نشسته بود. شانه‌هایش کمی شل شده بود. صدای جان آرام بود، مطمئن، کنترل شده. جان گفت: میدونی بعضی وقتها آدم باید قبل از تصمیم‌های بزرگ یک نفس عمیق بکشه. او عمدن نزدیکتر شد. نه ناگهانی، نه تهدیدآمیز، قدم به قدم. الیزابت بوی ادکلن ملایمش رو حس کرد. بویی که در جلسات قبلی هم بود. جان فنجان را روی میز گذاشت و کمی خم شد. آنقدر نزدیک که صدایش فقط برای او شنیده میشد. لبخند زد و گفت: من هیچ وقت نمیذارم بهت آسیبی برسه. بعد با حرکتی حساب شده دستش رو دور کمر الیزابت گذاشت. گرم، آرام و بی‌عجله. برای لحظه‌ای ذهن الیزابت خالی شد. سالها تنهایی، اعتماد شکل گرفته و احساسی شبیه امنیت. جان از همون لحظه استفاده کرد. او سرش را کمی کج کرد. انگار میخواست چیزی بگوید. اما به جایش پیشانیش را به پیشانی الیزابت نزدیک کرد. نه بوسه واقعی، بلکه ژستی برای شکستن مقاومت. الیزابت عقب نکشید. جان آهسته گفت: قبل از هر قراردادی باید بدونم واقعا به من اعتماد داری؟ بعد با لحن شوخی‌گونه‌ای ادامه داد: راستی اگه اتفاقی برات بیفته کسی جز من از دارایی‌هات خبر داره؟ به دارایی‌هات دسترسی داره؟ اون میخواست مطمئن بشه و با اطمینان راهو پیش بره و چیزی رو از قلم نندازه. سوال ساده بود. خیلی ساده. الیزابت هنوز در همون فضای نرم و نیمه گرم جواب داد: نه، تو تنها کسی هستی که من اون رو قبول دارم و من به اون اعتماد کردم که تمام دارایی هامو دستش سپردم. من از تو مطمئنم عزیزم. جان فقط گوش میداد. ذخیره میکرد بدون هیچ واکنش اضافی. وقتی الیزابت سرش رو کمی چرخون تا دوباره قهوه‌اش رو برداره، جان حرکت کرد. نه با خشونت، نه با شتاب. دستمال سفید را از روی میز برداشت. انگار از قبل آماده شده بود. او دستمال را آروم روی دهان و بینی الیزابت گذاشت و با صدایی تقریباً مهربان گفت: همه چیز زود تمام میشه. فقط آروم باش. الیزابت ابتدا فکر کرد شوخی است. بعد سعی کرد حرف بزنه که نفسش بریده شد و چشماش برای لحظه روی صورت جان قفل شد. و در آن لحظه دیگر آن مرد امن را ندید. تنها چیزی که دید خلأ بود. بدنش شل شد. سرش روی شانه جان افتاد. جان او را با آرامی روی صندلی خواباند. فنجان قهوه هنوز گرم بود. جان چند ثانیه همونجا ایستاد. به صورت بی حرکت الیزابت نگاه کرد. بعد زیر لب گفت: همیشه همینطوره. اعتماد آخرین اشتباهه. اون به سمت بشکه ها برگشت. دستکش‌هاشو پوشید و در انبار رو قفل کرد. مارگارت همچنان با ترس پشت پنجره نیمه شکسته انبار ایستاده بود. نفسش به سختی بالا می‌آمد. بخار روی شیشه درست مثل قلبش که هی میریخت با هم نوا شده بود. نور چراغ سقفی صورت جان رو روشن کرده بود. اون داشت چیزی رو به صورت الیزابت فشار میداد. همه چی واضح بود، همه چی واقعی. اما مارگارت نمیتونست تکون بخوره. نمیتونست فریاد بزنه، نه حتی پلش بزنه. ترس اینو داشت اگه خودش مستقیم وارد ماجرا بشه و دست به کاری بزنه، نتونه پسش بر بیاد و قطعا خودش هم به خطر میافته. بهترین راه رفتن و کمک آوردن بود. تا دیر نشده تصمیم گرفت به پلیس اطلاع بده.
و با تمام قوا و با تمام لرزشی که همه وجودش رو گرفته بود تصمیم گرفت و با شتاب می‌دوید. صدایی توی ذهنش تکرار می‌شد: اون واقعاً این کارو کرده؟ ناگهان پای مارگارت به تکه چوبی برخورد کرد. خشخش خشکی در فضای شب پیچید. جان با همون دقت همیشگیش سرش رو چرخوند. ایستاد و مستقیم به سمت در انبار رفت. مارگارت از جا کنده شده بود و با تمام توانش می‌دوید. نفسش سنگین شده بود. قلبش داشت از سینه در می‌اومد. با دست‌های لرزون راهی اداره پلیس شد. اما جان از قبل همه چیز رو درست چیده بود. اون پلیس هم همدست جان بود. او داشت برای کسی این موضوع رو میگفت که خودش از تمام اتفاقات با خبر بود. وقتی مارگارت در اداره در حال لرز و گریه ماجرا رو تعریف میکرد، همون پلیسی که با جان زد و بند داشت با لبخندی ساختگی گفت: نگران نباش، الان با هم میریم تا دوستتون نجات بدیم. مارگارت باور کرد. آخرین اشتباهش هم همین بود. ماشین پلیس نه به اداره نه به بقیه نیروها خبر داد، بلکه به همون انبار برگشت. جان اونجا بود. انگار همه چیز از قبل هماهنگ شده بود. مارگارت قبل از اینکه فرصت فریاد بزنه، دستهاش بسته شد و بدنش کنار بقیه بشکه‌ها برای همیشه بی صدا موند. ماه‌ها گذشت. تعداد افرادی که بدون خبر ناپدید می‌شدند، دوستان و آشنایانی که نگران از وضع عزیزانشان و بیخبر شدن از اونها براشون غیر قابل درک بود، کم کم زیاد شدند و همین باعث شده بود تا نیروی توانمند جدیدی که تازه به اون منطقه اعزام شده بود، پرونده ها رو دونه دونه بررسی کنند. حدوداً 8 نفر. مگه ممکنه بدون هیچ خبری، بدون هیچ خداحافظی، بدون هیچ برنامه‌ای و بعد از مدتی تمام دارایی‌ها و حساب‌هاشون خالی بشه؟ همین افکار و موضوعات اونو وادار کرد شب و روز روی این پرونده‌ها زمان بذاره و پیگیری کنه. تا با نوار ضبط شده اداره در روزی که مارگارت به اداره اومد و با اون پلیس خارج شد و دیگه خبری از اون نشد مشکوک شد و ماجرا رو دنبال کرد تا به جان رسید. اون افسر اسمش ویلیام هارت بود. ساکت، دقیق و بی سر و صدا. او با سابقه مفقود شدن زنها نگاه کرد. یه الگوی مشترک دید و مهمتر از اون چهره مارگارت، آخرین کسی که گزارش داده بود اما هیچ وقت دیده نشده بود. ویلیام به سراغ دوربین‌های اداره پلیس رفت. ویدیوهایی که نشان میداد مارگارت با پلیس فاسد سوار ماشین شده بود اما هیچ برگشتی ثبت نشده بود. او به حساب‌های بانکی رسید. انتقال‌هایی از کارت‌های قربانی‌ها به یک حلقه خاص در رأسش. جان هایک. اون به انبار جان رفت تا تحقیقاتش رو کامل کنه. چیزی پیدا نکرد و درون اون بشکه‌ها فقط اسید بود و فضای انبار که کمی برایش غیر قابل هضم بود. چرا باید یه نفر این حجم از اسید رو نگهداری کنه؟ چیزی قابل رؤیت نبود و یک بار دیگه تصمیم گرفت تیم تحقیقاتیشو بدون اطلاع جان ببره اونجا تا شاید به سرنخی دست پیدا کنه. چند ماه بعد با هماهنگی یک تیم مستقل فدرال و تحقیقات به عمل اومده و تکه سنگ‌هایی که مشخص شد متعلق به سنگ صفرای یکی از قربانیان است، او مطمئن‌تر شد. دستور بازداشت جان را صادر کرد. جان، پلیس فاسد و 2 همکارش در ویلای خارج از شهر دستگیر شدند. جان سعی کرد با لبخندهای سابقش نجات پیدا کنه، ولی این بار شواهد فریاد می‌زدند. در دادگاه وقتی اسم مارگارت اومد همه ساکت شدند. پیامی که او برای خواهرش نوشته بود به عنوان مدرک خونده شد. پیامی که نوشته بود اگر برنگشتم دنبال اون انبار بگرد و مارگارت تقریباً همه چیزو قبل از مرگش برای خواهرش فرستاده بود. با اینکه رفت اما حقیقت رو جا گذاشت. دادگاه در یک روز سرد زمستانی آغاز شد. سالن پر بود از هیجان بلکه از سنگینی. جان هایک با همان کت شیک همیشگی وارد شد. موهایش مرتب، صورتش آرام و آن لبخند آشنا هنوز گوشه لبش بود. لبخندی که زمانی اعتماد می‌ساخت و حالا فقط انزجار. کنار اون پلیس فاسد و 2 همدست دیگرش نشسته بودند. دیگه خبری از اقتدار و یونیفرم نبود. فقط فهمیده بودند بازی تمام شده. دادستان شروع کرد به خواندن پرونده‌ها.
نام زنانی که ناپدید شدند، تاریخ آخرین تماس‌ها، انتقال‌های بانکی دقیقه به دقیقه، خانه‌هایی که انتقال مالکیتشان به نام این چند نفر بود، تصاویر دوربین‌های اداره پلیس و در نهایت پیام مارگارت. وقتی پیام خونده شد، سکوتی عجیب سالن رو فرا گرفت. اگر این پیام را می‌خونید، یعنی من نتونستم فرار کنم. به انبار برگردید. حقیقت اونجاست. جان برای اولین بار پلک زد. نه از ترس، بلکه از روی خشم. آنجا بود که در ذهنش به مارگاریت حسادت کرد و افسوسی خورد که دیگه او در اینجا نیست. چون اون واقعاً زنی زیرک و دانایی بود. قاضی، مردی مسن با صدای آرام اما قاطع، مستقیم به جان نگاه کرد و گفت: شما نه فقط جان انسان‌ها را گرفتید، بلکه از اعتماد، قانون و لباس پلیس سلاح ساختید. این خطرناکترین نوع جنایت است. و بعد حکم خوانده شد. جان هاگ محکوم به اعدام. پلیس فاسد و همدستان حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط. در سالن هیچ تشویقی نبود، فقط نفس‌هایی که تازه آزاد می‌شدند. صبح زود هوای زندان سرد و بی‌رحم بود. جان آرام قدم برمی‌داشت، نه التماس می‌کرد نه انکار. قبل از اجرای حکم فقط یک جمله گفت: من فکر می‌کردم میتونم حقیقت رو حل کنم، اما حقیقت همیشه راهش رو پیدا می‌کنه. چند دقیقه بعد همه چیز تمام شد. انبار تخریب شد، بشکه‌ها از بین رفتند، حساب‌ها مسدود شدند، اما نام قربانیان هیچ وقت پاک نشد. و مارگارت، اون دیگر نبود، اما دلیل زنده ماندن حقیقت بود. گاهی شر آنقدر آرام لبخند میزنه که اگه دقت نکنی خودت در رو به رویش باز میکنی. اگه تا اینجای داستان همراه من بودی، بدون که تو یکی از نادرترین مخاطب‌هایی هستی که دنبال حقیقتن، نه فقط سرگرمی. ماجراهایی مثل این نه تنها ما رو میترسونن، بلکه وادارمون میکنن دقت کنیم، چون شاید یه جان کنار ما هم زندگی میکنه و ما حتی از اون بیخبریم. اگه از این سبک داستان‌های واقعی خوشت اومده، همین الان کانال منو سابسکرایب کن، لایک فراموش نکن و اون زنگوله رو هم بزن تا هیچ راز تاریکی رو از دست ندی. تا ویدیوی دیگه با یه پرونده ترسناک دیگه منتظرت هستم.